حکومت ارمنستان جی کنسولخانه یا خل حوله ودکه و هلا عزمانیا ارمنستان جی دنابرا حوله رو یری وانده دست به گرین خود دیگه. برای نیروی ایرو سروک حکومت حریم کردستان نچیر و بارسانی به نونر تایبت حکومت ارمنستان لیویون سارگسیان بالیوزیوی ولاتی لبغداد کارین گریگوری رجبیال لگور راگاندن که حکومت حریم کردستان نونر تایبت حکومت ارمنستان آماده بون ولات خو جبو واکنا پیوندیه که بهز دنابرا حوله رو یری وانده نشان دایه. هرها آمادن کمیسیون که هفار یا دوستانه دنابرا حریم کردستان و ارمنستان دجی آوا بکن با کی کو کار لسر کمک بابت روشنبیر و بازرگانی و آبوری بکن. هر ده همان راگاندن دهاتیه که نزدیک ده ارمنستان به کنسولخانه یا خل حوله وکه هر وها هلا ازمانی ارمنستان جی دنابرا حوله رو یری وانده دست به گشتین خودی که و کرتا تایبت ارمنستان آماده یا لحرم کردستان سرمایه گذاری بکه جبو به مبسته جی داخل آلیکاری و حسانکاریان جو حکومت حریم کردستان کرنه. در راگاندن حکومت حریم کردستان دهاتیه که سروک حکومت حریم کردستان پیشوازی جبکنا کنسولخانه ارمنستان لحوله و دست بکنا گشتین ازمانی یعنی ازمانی ارمنستان با حریم کردستان کریه و هر وا پیشوانیه که تمام جی جبو آواکنا کمیسیون که هفار دوستانه دنابرا کردستان و ارمنستان در نشان دایه. هر وها و همو حسانکاریان جبو کارزان و سرمایه‌دار ارمنستان جی بنکرن ین کو دخوازن سرمایه گذاری لحریم کردستان بکن. در جوینه ده بحثا گرینگیا پیوندی سیاسی آبوری جواکی و زانستی دنابرا حریم کردستان و ارمنستان دهاتیه کرن به تایبتی دواره هفگوهرتن شاندان و دامینکنا کرسین خوندنی جبو خونده کارین حریم کردستان لزانینگهین ارمنستانی.